اگر بخوام یه مقدار با روش علمی صحبت بکنم، ایران و ایرانیتی که من میفهمم بر اساس نوعی پدیدارشناسی تاریخیه. این متافیزیک به هیچ وجه از امروز ما جدا نیست. این چیزی نیست که مربوط به پدران ما بشه. لذا وقتی از امر ایرانی صحبت میکنیم، در مورد گذشته صحبت نمیکنیم، در مورد حال و آینده صحبت میکنیم. وقتی یک کسی مثل من بر امر ایرانی تکیه میکنه، هدفش این نیست که بگه ما ایرانی ها نسبت به دیگران بزرگتریم، ما نسبت به دیگران برتریم. روایتی که شما مطرح میکنید گویی مردم نمیدونن و نخبگانی هستن که میدونن. ما در یک وضعیت دوگانه قرار نداریم که یا جنگی که مقرون به صرفه نیست یا مذاکره‌ای که در واقع ما رو به مطالباتمون میرسونه. این توهم فروشی رو نکنیم. هیچ کس نمیگه مذاکره بده. بحث بر این است که مذاکره کی، کجا باشه، شرایطی. به نام خدا. در این سکانس در خدمت دکتر بیژن عبدالکریمی، استاد دانشگاه، فیلسوف و محقق و معلم هستیم. سلام عرض میکنم آقای دکتر، خیلی خوش اومدید به برنامه سکانس. من هم خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز برنامه عرض سلام و عرض ادب دارم. آقای دکتر، من اگه بخوام خیلی بحث و معطل نکنم و یکو وارد مبحث بشم، میخوام از یه تصوری صحبت بکنم که توسط روشنفکرانی مثل شما و چند وقتی هم هست که توسط مجموعه حاکمیت تبلیغ میشه از یک ایده به اسم ایران، که این ایده بیشتر از اون چیزی که یک مفهوم واقعی و ملموس باشه، یک مفهوم انتزاعی و غیر واقعی نشون میده خودش رو. یعنی ما نگاه که میکنیم چه در تاریخ، که تاریخ ما یک تاریخی هستش که بالاخره مجموعه‌ای از شکست‌ها هست، حداقل بخش زیادیش، و فرهنگ هم که نگاه میکنیم فرهنگی هستش که در برابر فرهنگ‌های دیگه همیشه پذیرنده بوده، یه فرهنگ مجموعه‌ای از بقیه فرهنگ‌های جهان هست. این ایده ایران که نقطه ثقل خیلی از تصمیم گیری ها و خیلی از تبلیغات ها و خیلی از صحبت ها هست و به عنوان یک فر ایزدی، یک شکوه، یک عظمت ازش یاد میشه، به نظر بنده میرسه که بیشتر از این که یک مفهوم واقعی باشه، یک مفهوم انتزاعی است، یک چیز ساختگی است. فکر میکنید که این حرف تا چه حد درسته و اگر درسته این انتزاع از کجا نشأت میگیره؟ من دوست دارم به این نکته متذکر شم. من رو روشنفکر خطاب کردید، من استدعا دارم من رو روشنفکر خطاب نکنید. اما در مورد پرسشتون، تاریخ همه ملل سرشار از مؤلفه های بسیار مثبت و مؤلفه های بسیار منفیه. همه ملل تاریخشون مملو از رویدادهای بسیار بسیار متکثره و ملل گاه پیروز شدن و گاه شکست خوردن، گاه در مراحل جنینی و تولد یک فرهنگ تازه بودن و گاه فرهنگشون در دوران بلوغ بوده و گاه در دوران پیری، کهولت و حتی مرگ. این روایت کاملا درست است. اما وقتی از ایران و ایرانیت صحبت میکنیم، منبع ما و روش ما برای تعیین چیه؟ ما به تاریخ رجوع نمی کنیم. وقتی از ایران صحبت می کنیم مراد اون پیروزی های نظامی و سیاسیش نیست. مراد از ایران در واقع اون دورانی که به لحاظ سیاسی در اوج قدرت بود نیست. اگر بخوام یه مقدار با روش علمی صحبت بکنم، ایران و ایرانیتی که من میفهمم بر اساس نوعی پدیدارشناسی تاریخیه و این پدیدارشناسی تاریخی با رجوع به متون بزرگ فرهنگی شکل میگیره. یعنی وقتی از ایران و ایرانیت صحبت میکنیم مراد آن چیزی است که خودش رو در دیوان حافظ ما نشون میده، در دیوان سعدی ما نشون میده، در دیوان عطار و نظامی و سنایی و مولانای ما نشون میده. مراد آن چیزی است که در عرفان ایرانی نشون میده. مراد آن چیزی است که در اندیشه های ابن سینا، فارابی، سهروردی یا ملا صدرا نشون داده میشه. من این تعبیر رو به کار بردم. هانری کوربن وقتی راجع به
ایران صحبت میکرد از چیزی به نام رس ایرانیکا صحبت میکرد. رس ایرانیکا یعنی امر ایرانی و کلمه رس در لاتین در زبان انگلیسی با رست نیز در واقع هم خانواده است و رست یعنی ساکن شدن و همچنین به معنای استراحت کردن. آنچنان که خود واژه رست ایرانیکا نشون میده، امر ایرانی آن چیزی است که در طول تاریخ ما تهنشین میشه و میشینه و امر ایرانی آن چیزی است که ایرانی در آن خانه میکنه، استراحت میکنه، مأوا میگزینه. لذا امر ایرانی رو به هیچ وجه نباید به منزله امر سیاسی و در واقع تاریخ پیروزی ها تلقی کرد که بعد ناقد بگه بس چرا تاریخ شکست ها رو مد نظر نداری. امر ایرانی آن حقیقت نامتعینی است که خودش رو در معماری ما نشون میده، در مسجد شیخ لطف الله ما نشون میده، در گنبدهای ما نشون میده، در موسیقی ما نشون میده، در هنر ما، در تهذیب ما، در آواز ما، در شخصیتی مثل حسین ابن علی، در شخصیتی مثل علی ابن ابی طالب، در حلاج ما، در ابوالحسن خراقانی ما، در موسیقی فرض کنید که شجریان ما، در اشعار هوشنگ ابتهاج ما و خودش رو آشکار میکنه و در واقع به ما ایرانی ها وحدت میبخشه با اسمش که ما ایرانی ها ایرانی باشیم و از دیگر اقوام مثل هندی ها، مثل چینی ها، مثل در واقع آمریکای لاتینی ها و خیلی از ملل دیگه متفاوت باشیم. توضیحاتی که دادید بیشتر برمیگرده باز به حالا تاریخ ها، حتی اگه قبول بکنیم که تاریخ پر افتخاری داشتیم، حافظ داشتیم، سعدی داشتیم، فرهنگ اون اینجوری بوده، یا بالاخره در برهه‌های از تاریخ پیروزی‌هایی داشتیم، قدرتی داشتیم و اینها، عرض شود که گر پدر بود فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل. یعنی این بزرگبینی ما ایرانیان نسبت به خودمون و تاریخمون و فرهنگمون میاد باعث این میشه که در بخش‌های مختلف از امروز یقه ما رو میگیره. وقتی ما خودمون رو بزرگ میبینیم، نتیجه منطقیش در مثلا عالم سیاست میشه رویا پردازی‌های منطقی که داریم، در عالم اقتصاد میشه اون شعارهای خودکفایی که داریم. اگر ما خودمون رو یک ملت ببینیم در سطح بقیه ملت‌های جهان، در سطح یک ملتی مثل ملت قطر، یک ملتی مثل امارات، یک ملتی مثل اندونزی، چه میدونم و ملت‌های دیگه، هیچ وقت به خودمون اجازه نمیدیم که رویا پردازی‌های بلند پروازانه‌ای رو داشته باشیم که ما رو از فرصت‌هایی که میتونیم در کوچک بودن خودمون، در شرایط واقعی خودمون پذیرشش به ما میده، خودمون از این فرصت‌ها یه جورایی محروم بکنیم. ببینید باز هم تکرار میکنم، وقتی از امر ایرانی یا از خرد ایرانی یا از لوگوس ایرانی صحبت میکنیم، باز هم مراد اون پیروزی ها و اینها نیست، پیروزی های سیاسی، لشکرکشی ها یا جهانگشایی ها. وقتی از امر ایرانی صحبت میکنیم مراد اون نوعی انتولوژیه، نوعی متافیزیک خاص ایرانی است، نوعی فهم هستی است، نوعی فهم حقیقت، نوعی فهم جهانه، نوعی فهم و تفسیر از انسان، زندگی، معنای جهان، آخرت شناسی و این عوامل در واقع حکمی و معنوی و فلسفی است که امر ایرانی رو تشکیل میده. نکته دوم، این متافیزیک به هیچ وجه از امروز ما جدا نیست. این چیزی نیست که مربوط به پدران ما بشه. یک جامعه مجموعه‌ای از افراد نیست. چنین نیست که اگر یک جمعیتی رو توی جزیره رها بکنیم، مثلا 2 میلیون نفر رو منتقل کنیم یک جامعه تشکیل بده. آحاد جامعه مثل آجرها یک بنا میمونن و فرهنگ و تاریخیتش و خردش و متافیزیکش و امری که اون قوم رو اون قوم میکنه مثل ملاتی است که این آجرها رو پیوند میده و یک ملت رو یک ملت میکنه. لذا وقتی از امر ایرانی صحبت میکنیم در مورد گذشته صحبت نمیکنیم، در مورد حال و آینده صحبت میکنیم. سنت ما، تاریخ ما، فرهنگ ما مثل کوله پشتی نیست که در بیاری مربوط به گذشته باشه.
مثل یک ایستگاه قطاری نیست که وقتی قطار میره این ایستگاه رو ترک کرده باشه. این نکته دیگری که در پرسش شما بود این بود که به هیچ وجه بزرگبینی نیست، به هیچ وجه بزرگبینی نیست. این ترجیبند سخنان من خیلی تکرار کردم. تفکر و وجود انسان هیچ موقع از یک طرف در خطر نیست. وجود انسان همواره دو خطر و حتی شاید بگیم از هر طرف در خطره. وقتی یک کسی مثل من بر امر ایرانی تکیه میکنه، هدفش این نیست که بگه ما ایرانی ها نسبت به دیگران بزرگتریم، ما نسبت به دیگران برتریم. حرف این نیست که ما نیز مردمی هستیم. حرف اینه که ما هم برای خودمون شخصیتی داریم. اصلاً به این معنا نیست، اصلاً دعوت به این اندیشه یهودی نیست که ما فرزندان عزیز خدا هستیم و از دیگران عزیزتریم. به هیچ وجه چنین نیست. همه اقوام شخصیت دارن و همه اقوام برای خودشون تاریخ و فرهنگ و زیبایی هایی دارن. هند برای خودش عظمت هایی داره. فرهنگ هندی برای خودش زیبایی داره. فرهنگ هندی مساهمتی در فرهنگ جهانی داشته. فرهنگ چینی نیست چنینه. فرهنگ آفریقایی هم چنینه، فرهنگ مصری هم چنینه. حتی غرب مساهمتی در تاریخ بشر داشته و فرهنگ متافیزیک غرب هم برای خودش عظمت‌ها و زیبایی‌هایی داره. اما گروهی میخوام بگن تو بی‌هویتی، تو هیچ کس نیستی تا تو رو برده بکنن. و حرف افرادی مثل من اینه که نه، ما نیز برای خودمون ملتی هستیم، ما نیز برای خودمون فرهنگ و تمدنی داریم و ما نیز در تاریخ جهانی مساهمتی داریم. و این به هیچ وجه به این معنا نیست که ما به دلیل خود بزرگبینی امکاناتمون از دست داریم. وقتی تو بر اساس خود حقیربینی، خود بیزاری، خود نفرت داشتن به تاریخ و خویشتن نگاه میکنی، در واقع یک لقمه راحتی هستی برای اژدهایی به نام نظام سرمایه‌داری جهانی که با روند جهانی شدن از تو یک برده بسازن، منابع تو رو بگیرن و تو یک نیروی کار ارزان باشی. تو دیگه نمیتونی انسان باشی. لذا تکیه بر خودیت، تکیه بر هویت به هیچ وجه اولا دعوت به یک اندیشه نژاد پرستانه، آریایی گرایانه نیست. اینا که حماقته و به هیچ وجه با فرهنگ ایرانی، با فرهنگ دینی، با فرهنگ معنوی ما سازگار نیست. در یک از متون اصیل فرهنگی ما تکیه بر نژاد نمیشه. هر آنچه که هست تکیه بر ارزش‌های انسانیه. و باز من به عنوان یک معلم فلسفه که یک کوچولو در واقع تاریخ تفکر بشری رو، تاریخ متافیزیک غرب رو تورق کرده، سرکی هم به فرهنگ‌های دیگر کشیده، بی تردید تفکر ما یکی از زیباترین فرهنگ‌هایی است که در طول تاریخ بشر شکل گرفته. خب آخه من برای صحبتی که دارم یک نمونه عینی فعلی دارم. وقتی که شما میایی به مردم میگید شما مبعوث شدید، شما رسول شدید، مردمی که نمیدانند و کمتر میدونن، و وقتی شما یک همچین چیز رو میگی به اینها توهم دانایی میدی، خب این مردم دیگه در عین اینکه خیلی از مسائل رو نمیدانن اما فکر میکنن که میدانن و این باعث میشه که در بزنگاه‌ها تصمیمات غلطی رو برای خودشون بگیرن و روی این تصمیمات پافشاری هم بکنن و حرف نخبگان رو متوجه نشن. سوال شما سرشار از مفروضاتی است که میشه روش بحث کرد. اولا هیچ کس مردم رو به خاطر همه باورهاشون مبعوث شده تلقی نکرد، اما در بخشی از مردم ما نوعی خودآگاهی ملی و تاریخی وجود داشت و این خودآگاهی ملی و تاریخی به اصطلاح غلیان پیدا کرد. اگر این مردم در این 100 خورده روز در خیابان‌ها نبودن، معلوم نبود که این کشور امروز به چه وضعیتی رسیده بود. بی تردید این مردم در قیاس با کسانی که منتظر بودن سربازان آمریکایی براشون آزادی و رهایی و رفاه و توسعه و دموکراسی بیاره، بی تردید از یک خودآگاهی انسانی اجتماعی تاریخی بالاتری برخوردارن. بی تردید اینها نسبت به بسیاری از افراد از یک خودآگاهی انسانی اجتماعی بالاتری برخوردارن. کسانی که میگن آمریکا بیا بزن و کسانی که دخترانی که بر روی پلها در کنار نیروگاه‌ها جمعیت انسانی تشکیل دادن. ما حق نداریم این خودآگاهی انسانی اجتماعی رو
در واقع به سهولت نادیده بگیریم، هرچند ممکنه این عزیزان، این مردم در واقع به دلیل فقدان بسیار از اطلاعات در واقع انتظارات خیلی در واقع بیش از حد به اصطلاح امکان عملی در واقع از جامعه، از حاکمیت انتظار داشته باشند. و نکته دیگر این که روایتی که شما مطرح میکنید گویی مردم نمیدونن و نخبگانی هستن که میدونن، همون نخبگانی که در واقع با سیاست‌های غلط، با به دنبال غرب افتادن، با موسموس کردن دنبال غربی ها فکر میکردن میتونن مشکلات این کشور رو حل بکنن، همون نخبگانی که در واقع فریاد میزنن نه ایران نه غزه جانم فدای ایران، نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران، همون کسانی که میگفتن که آقا موشک میخوایم چیکار، اینا این نخبگانی هستن که شما میگید. بی تردید مردمی که توی کف خیابانا بودن نسبت به این نخبگانی که شما میگید در واقع بسیار اصیلتر مسائل ژئوپلیتیک و مسائل روابط بین الملل رو درک کردن. به هر حال من میخوام بگم که به این سهولت نمیتوانید این خودآگاهی ملی و تاریخی که در این جامعه هست رو در واقع نادیده بگیرید، هرچند با خطراتی هم همراه. اگر در مورد شرایط امروز و شرایط جنگ بخوایم نقش مردم رو و نقش نیروهای مختلف رو تحلیل بکنید، به نظرتون درست بازی کردن مردم فوق‌العاده عمل کردن. در تاریخ کمتر کشوری، تا اونجایی که من می‌دونم در تاریخ هیچ کشوری نبود مردم چنین استقبالی بکنن. من دیشب در یکی از میادین بودم، حقیقتا بغض داشتم و بغض دارم. اگر این مردم انتظارات بر حقشون در واقع تحقق پیدا نکنه، من فکر میکنم که نتایج و پیامدهای بسیار منفی هم برای جامعه و هم برای سیاستمدارانی که درست عمل نکردن نتایج و پیامدهای بسیار منفی خواهد داشت. خب آخه از طرفی سیاستمدارا معتقد هستن که خب بالاخره جنگ به یک نقطه‌ای رسیده که ادامه دادنش برای ما مقرون به صرفه حداقل نیست در بهترین حالت. و خیابان منتها امروز شعارش و درخواستش جنگ و رسیدن به یک پیروزی بزرگ ملموس هست، چیزی که شاید قابلیت اجرا نداشته باشه و حداقل از نظر سیاستمداران نداره. یا در مذاکره خیابان مطالبی رو درخواست میکنه و به نوعی مطالبه میکنه که خب به هیچ وجه امکان رسیدن بهش در میز مذاکره یا در میدان جنگ شاید برای سیاستمداران اونجوری که خودشون میگن مهیا نیست و نمیتوان به اینجا رسید. خب این فاصله بین خیابان و میدان و مذاکره به نظرتون مقصرش کیه؟ مقصرش انتظارات فضایی و بلند مردم هست، مردمی که در خیابان هستن، در کف خیابان هستن، یا بالاخره بخش‌های دیگه‌ای هستن که مقصر این گپ؟ نه، من صراحتاً اعلام کنم هر کس مردم رو مقصر بدون پوفیوزه. مردم به هیچ وجه مقصر نیستن. مردم رو نمیتوان در واقع مقصر تلقی کرد به هیچ وجه. اما ما در یک وضعیت دوگانه قرار نداریم که یا جنگی که مقرون به صرفه نیست یا مذاکره‌ای که در واقع ما رو به مطالباتمون میرسونه. این توهم فروشی رو نکنیم، این رویا فروشی رو نکنیم. بخشی از مردم به حق این تجربه رو دارن که به آمریکایی‌ها نمیشه اعتماد کرد. نمیتوانید همه چیز رو نقد بدید و از آمریکایی‌ها انتظار داشته باشید که نسیه به شما وعده‌هایی رو بدن. ما از این وعده‌ها زیاد داشتیم و هر بار سرمون کلاه رفته. شرط عقل اینه. مردم چیز زیادی نمیخوان. مردم میگن شرط عقل رو رعایت بکنید و این انتظار نابجایی نیست. و از قضا سیاستمدارانی که این نکته رو توجه نمیکنن در واقع دچار نوعی نابخردی و امید دروغین شدن. اونها هستن که چیزی رو انتظار دارن که نمیشه انتظار تحققش داشت و اون که مشکلات ما از طریق اعتماد به آمریکایی‌ها حل بشه. این چیزی است که ما تجربه کردیم. شما بیاید در قراردادتون در واقع تعهداتی رو بدید که فردا یقه شما رو بچسبن. درست همون اتفاقاتی که در برجام افتاد.
اگر این بار تکرار بشه فاجعه آمیز. خب مذاکره نکنیم میخواین چیکار بکنید؟ اگر نخوای بری پای میز مذاکره، میخوای بجنگی، میتونی بجنگی؟ ببینید هیچ کس نمیگه مذاکره بده. بحث بر این است که مذاکره کی، کجا باشه، شرایطی. هیچ کس فرد باید احمق باشه که مذاکره رو به نفع مطلق کنار بگذاره. اما مذاکره‌ای که تو با نوعی هراس، با نوعی ترس، با نوعی وادادگی بری، از پیش تو شکست خوردی. و به نظر من اگر نیروهایی در وزارت امور خارجه احساس میکنن که نمیتوانن پا به پای میدان پیش برن کنار بذارن کسانی که فکر میکنن قدرت بیشتری دارن در این مذاکرات حضور داشته باشن. چه اصراری اگر شما اعتقادی به در واقع مقاومت نداری، میخوای در واقع دیپلماسی مقاومت رو رهبری بکنی. اگر نکته‌ای برای جنبندی دارید که حالا چه خطاب به مردم، چه خطاب به سیاستمداران، چه خطاب به میدان، به همین دوربین. من فقط میدونم که در مقام معلم فلسفه میدونم شرایطمون بسیار بغرنجه. به مردم توهم نفروشیم، به مردم رویا فروشی های دروغین نکنیم. با خودباختگی در برابر آمریکایی‌ها ما چیزی به دست نمیاریم و همه دستاوردهای بزرگمون رو هم از دست خواهیم داد. خیلی ممنونم آقای دکتر، انشالله که سلامت باشید. خدا نگهدار.